در شمال صربستان، جایی میان جنگل‌های کهنسال و روستاهایی که نسل‌هاست از دنیا جدا افتادند، منطقه‌ای وجود دارد که مردم محلی آن را با یک کلمه توصیف می‌کنند: سکوت. سکوتی نه از جنس آرامش. سکوتی از جنس تهدید. در دل همین ناحیه، روستای زابراونو قرار دارد، روستایی که چندین دهه است، نامش از نقشه‌ها حذف شده. اگر از مردم پرسیده شود چرا، هیچ کس جواب مستقیم نمی‌دهد. فقط می‌گویند به خاطر او، به خاطر زن رقصنده. و وقتی این را می‌گویند، چشم‌هایشان به لرزه می‌افتد. حدود 40 سال پیش، در یکی از جشنواره‌های سالانه منطقه ویودینا، زنی جوان به نام رادمیلا واکوویچ هنر اصلی کارناوال بود. دختری لاغراندام با چشمان عمیق و دست‌هایی سری. نمایش او رقص چاقو بود، نمایشی که در آن با چاقوی نبرهای بلند حرکاتی موجی، سریع و خیره کننده انجام می‌داد. مردم عاشقش بودند. حتی از شهرهای اطراف برای دیدن اجراهایش می‌آمدند. اما مشکل اینجا بود که رادمیلن همیشه کمی عجیب به نظر می‌رسید. کسی نمی‌دانست چرا. اما رفتارهای او همیشه مرموز بود. شبها تنها در جنگل تمرین می‌کرد. لباسهای سیاه و زنگوله‌دار می‌پوشید. و از همه عجیب‌تر، با کسی حرف نمی‌زد. حتی گفته می‌شد چاقویش یک ارث خانوادگی نفرین شده است. شبی از شبها، در بزرگترین اجرای سال، سالن چوبی کارناوال دچار آتش‌سوزی عظیم شد. شعله‌ها ظرف چند دقیقه همه ساختمان را بلعیدند. فریاد مردم، دود و آوار. اما چیزی که مردم بعدها گفتند، کابوسوار بود. میگفتند در میان شعله‌ها، رادمیلا میرقصید. مثل اینکه آتش جزئی از نمایش او باشد. و بعد ناپدید شد. جسدش هرگز پیدا نشد. روستا مراسم خاکسپاری نمادین گرفت و پرونده بسته شد. اما این آغاز ماجرا بود، نه پایان. 2 ماه بعد، جنگل اطراف روستا شاهد اتفاقی شد که برای همیشه زندگی مردم را تغییر داد. جسد یک شکارچی پیدا شد. بدنش با ضربات تیز و متوالی بریده شده بود، اما نه مثل حمله حیوانات. زخم‌ها منظم بودند. مثل همون ضربات رقص چاقوی رادمیلا. روی زمین کنار جنازه، زنگوله فلزی سیاه کوچکی افتاده بود. دقیقاً همون نوع زنگوله هایی که رادمیلن به لباسش می‌بست. مردم ترسیدند. خیلی ها گفتند که او برگشته. اما روستا آن را شایعه دانست. تا اینکه قتل دوم اتفاق افتاد. و سوم. و چهارم. همه شبها. همه درمه. و همه با ضربات همون چاقوی نقره‌ای بلند. از آن زمان مردم نام تازهایی برای او گذاشتند. قاتل صربستانی. The Serbian bladed dancer. قوانین نانوشته‌ای در روستا پدید آمد. پس از غروب از خانه خارج نشوید. به صدای زنگوله‌ها توجه نکنید. اگر می ناگهانی بالا زد، درها را ببندید. در جنگل به صدای پوچاچ گوش ندهید. اما چطور ممکن بود مردم همیشه موفق شوند؟ برخی مجبور بودند شبها بیرون بروند. و آنها دیگر هرگز دیده نشدند. بازماندگان می گفتند. اول صدای زنگوله‌های خفه از دور می آید. بعد سایه‌های سیاه بین درختها دیده می شود. و وقتی برای اولین بار با چشمانت او را ببینی، خیلی دیر شده. میگویند سرعت حرکت او طبیعی نیست. مثل سایه. مثل حیوانی که روی زمین می‌لغزد. و درست زمانی که فکر می‌کنی دور است. یکو جلوی صورتت است. لباسش همیشه همان است. سیاه تکه تکه با نوارهای قرمز و زنگوله‌های فلزی کوچک. اما چهره‌اش چیزی نیست که کسی بخواد دوباره ببیند اگر زنده بماند. سالها گذشت. روستا کوچکتر شد. خانواده‌هایی آنجا را ترک کردند. اما در عصر اینترنت، داستان زابرانو بین گردشگران ماجراجو پیچید. چند نفر تصمیم گرفتند برای کاوش به آنجا بروند. 3 نفرشان برای همیشه ناپدید شدند. 1 نفر، فقط 1 نفر، فیلم گرفت. فیلم 9 ثانیه‌های معروفی که در شبکه‌ها پخش شد. در آن فیلم تنها چیزی که دیده می شود درختان. یک سایه در فاصله‌های دور. سایه تکان می خورد.
بیش از حد نرم. مانند کسی که استخوان ندارد. و بعد صدای زنگوله ها. در ثانیه آخر سایه ناگهان به دوربین حمله می کند. فقط یک لحظه صورتش دیده می شود، سفیدی کشیده، چشمهای خالی و دهانی سیاه تر از شب. دوربین روی زمین می افتد. صاحبش هرگز پیدا نشد. تنها کسی که زنده برگشت مردی بود به نام مارکو. اما چیزی از او باقی مانده بود که شبیه انسان نیست. مارکو گفت. او نمیدود. او میلغزد. میرقصد. و وقتی تو را میبیند رقصش متوقف میشود. و بعد چاقو دنبال ریتم قلب تو حرکت میکند. مارکو گفت که توانست خود را از طریق رودخانه نجات دهد. اما تأکیدی داشت که همه را میترساند. او من را پیدا خواهد کرد. رادمیلا هیچ کس را رها نمی کند. اگر تو زنده بمانی، او تو را تا آخر عمر دنبال می کند. مارکو 1 ماه بعد از بیمارستان فرار کرد. و هیچ کس ندید کجا رفت. فقط شبی نگهبان بیمارستان گفت صدای زنگوله‌هایی کم صدا را از پشت ساختمان شنیده. روستای زابرانو امروز تقریباً خالی است. خانه‌ها متروکه. جنگل تمام اطراف را بلعیده. اما گاهی گردشگران بیخبر با خود را از آن مسیر عبور می کنند. چیزهایی که گزارش می دهند. زنی با لباس سیاه کنار جاده دیده شده. می ناگهانی و غلیظ ظاهر می شود. صدای زنگوله می آید اما هیچ کس آنجا نیست. روی شیشه ماشین رد انگشت کشیده شده. می گویند اگر نیمه شب از آنجا عبور کنی و نور چراغ ماشین روی او بیفتد. او همانجا می ایستد. بدن کشیده، سر کوچ، چاقو در دست. و اگر تو فقط 1 لحظه نگاهش کنی، همون 1 لحظه کافی است. چون رادمیلان تو را می بیند. و وقتی تو را دید، تا آخر عمرت دنبالت خواهد آمد. در خواب، در سایه ها، در پنجره ها. و هر بار که خواب می بینی، صدای زنگوله ها نزدیکتر می شود. و مردم زابرانو خوب می دانند. رقص او هرگز تمام نمی شود.